محترم روزنامه‌نگاران، گرچه که آغاز از سال 2020 اینجوری اگرچه شرکت بعد واژه بسیار قسمت هم داشته باشد، وابسته با آن روند 3 سالی که یک زنجیر ناگسستنی است بین این 3 سال انتخاب و تقسیمات همسالت شدند، نشست مطبوعاتی مشترک در یک جایگی گزارنده می شود. با این فعالیت این 3 سالی مهنتی و تمام سمت‌های فعالیت و 3 جمعیت پرزویزیو با شما دسترس دیدن. حاضرین گرامی، فکر میکنم حاجت به معروضه ندارد. تجربه گرفتن در حدود شهر دوشنبه و شهر ناحیه ها برای ما کمک کنید و من تشکر زیاد میگم و راهبری شبکه‌های تقسیمات برق شهر دوشنبه باشد. شبکه‌های برق شهر دوشنبه که خیلی این سال باسواد است، کادر بسیار باسواد است و برای من برای گرفتن اینترویو کمک کرد، دستگیری کرد و من پرسون بود برای آمادگیری به زمستان در 4 ناحیه توانستم برنامه آماده کنم. ما به قدری نمیتونیم میفهمیم شما، فقط شما کوشش کنید که ما توانیم به اطلاع مردم را تامین کنیم. گویم که این روز من این شرکت چی زحمت ها کشیده است برای تامین برق و اهالی. تشکر کردم. با این سوال مدیر یادگاری جامعه مدیر بخشی ما معلومات بسیار علاقه زیست داریم که میدونم یکی همیشه توصیه شده است که برای که بخش توجیه اومد سیستم انرژتیکی تاجیکستان سیستم استراتژی مدت است. بنابراین راهبری بخش مطبوعات خودش نمیتواند خلاصه بگوید که در فلان سوال یا در فلان مسئله که اینترویو است. بنابراین از شما خواهش میکنیم که هر وقتی که شما اینترویو گرفتن میکنید، صحبت میکنید، گزارش تهیه کردن میکنید و برای رئیس شرکت برق یا دیرکتوری جنرالی جمعیت شهری شبکه‌های تقسیمات برق و شبکه‌های انتقال برق مکتوب نویسید. در مدت کمتر از 2 روز من حتی با نورنیسا نام فکس را گفتم، شما زحمت کشیدن مکتوبتون و شرکت برق توجیه یا با جمعیت سهامی یادگی و فکس ما فرستانید، ما در جواب بدهیم. و فکر این تجربه در تلویزیون هم است. یکم مکتوب یکم کس به جواب نمونده است و آقای نورنیسا با من شکایت کرد که 2 مکتوبش به جواب مونده. این ما تحقیق کرده بیاییم. تشکر. یک چیز استاد محترم از سید حیدر هستم. تصور کنید که ژورنالیست در مسجد است یا که در خود یکم بدخشان است یا در دیگر منطقه وضع از بدخشان در وضعیت رو میخورد و باید مکتوب گیرد بیاد. مثلا من پایک در کلوب رجیسترات شده یک ما در تمام منطقه یک خودم تنهایم. من باید روم کلوب مکتوب گیرم بیام پیش شما بعد روم گشته بدخشان. همین وریانت یک وریانت شد کار خوش آسان‌تر بشه. خانم درباره بواسیم به اینجای روبر دولت است، فوریت است. اگر من خونه داشتیم بکشم دونه که اطلاع خود نمیشود، این ممکن است. بعد وقتی همون روبروی من خدا شما بزرگ میگیرد دست و میگه یک بار مکتوب برید همون یک شبکه باید پوره اونجا مینویسن که در دوام سال با ما همکاری کنه، خیلی احترامو نمینویسن و من هر دفعه روم اگر میگه و خود سوال نداره اما حجت نشان دادیم وظیفت دار است موافقی الان قانونی و اینترویو تیاری ممکن است. خیلی ندارم در ترکستان خیلی مکتوب وجه دست که ما خواستگاری میرم که وقتی که ویا با روزی شوند و ما کار سر کنیم. راستی بسیار خیلی عصبانی شدیم در حالت از این رئیس کمیته تلویزیون در کدام حالت وقتی است که یک سیر چوب ما یک مکتوب هم اجازه دادیم پیش با آمده بود و استاد نوزین رضایی علاقه هستن میدونم کدام وقتی که مکتوب از طرف کمیته تلویزیون وارد ما یکم کار کشاورزی تفاکشی و من نکردم و چگونه که نه رحمت تشکر شما بسیار بینید رحمت که بشیاری جامعه سرک شده شبکه رسمات این سرچشمه از اینجا میگیره. نقشه کره وقتی که برای شما برای شما کار آماده کردن در جایی با فیلر جامعه سرک شبکه رسمات و سرچشمه دستگاه مرکزی و نقشه کره که
якҷоя ҳамкорӣ бо журналистон дар фалон самт корбарӣ идома дода шавад. Албатта мактубе ки омадагӣ буд якчанд роз пеш дар бораи ҳисоби рӯдакиву турсунрода буд аллакай мо сайт дастаи виҷод бариштем. ҳатто мактуб ба комитети ҳизбон варад номзадои сардори шабакаҳо навиштем ки бо ҳамаи шумо моқубану ҳамкорӣ карданатон мумкин. Ин масъалада мо ягон вайда дорем ба тафоқаши кашофиҳо рӯдагӣ нест. Лекин як чизга нукта ҳатто ба қувваи телефон من پرسو شخصا شما که تلفنی گپ زدم شما گفتید میتونی اینترویو بگیره من رحمت میدم شما در هر چند که من یک بار شما دیدم من تلفنی گپ زدم شما که گفتید این کن داره من رحمت یک مسئله بیم است این شوی ترجمه که چراغی نوازیده از همه مسئله با کمیته تلویزیون و رادیو کدام اکتیویته مسئله پورا حل شده این مسئله مشکلی نداره اما که کدام موادی که شما میخواید ما دست سرور دسترس کار میکنیم با تلفنی با مثال مانچو خوجا دایکولو телефони маро бинависед 0356 24 мо маслиҳат мекунем ҳал мекунем масъаларо ягон проблема нест дигар 9356 24 раҳматулло бахтиёр давоми солда шумо омода занг назад дигар телевизионо занг мезананд мо ташкил мекунем телефон хати ҳал мекунем масъаларо ягон проблема нест جیسے تقسیمات و انتقال تا این جانب در شهر شما در سمت کم کردن تلفات چی کارها انجام داده شد؟ تشکر زیاد. در کم کردن تلفات نیست. اساس در کم کردن تلفات در نظر جمعیت همچون وظیفه اساسی گذاشته شد و که هر جمعیت سامون شده شبکه تصمیمات بعد برای کم کردن این تلفات مبارزه می‌برد. یک از شرکت‌هایی که یک از شرکت‌های بنفوذ وطنی امروز در نویای سینو کاربری کرده استفاده است امروز علاقه آورده و از 3 تا 4 5 روز آورده هستند برای که نسل واسه کردن سکونه اینتراکتیوی در نویای سینو که این یک از شرکت‌های بنفوذ وطنی باشد که باید کم کردن تلفات و نظام اتوماتیک کنش‌های نظارت و حساب نیروی برق در نویای سینو که حتی این یک لایحه خیلی طولانی و خیلی بزرگ و خیلی شکایت محصول خیلی کارها را که با انجام رسانده است مقصد اساسی است 25 اعضای سکان برای کم کردن تلفات نیروی باید نصب کرده شود امروز با 60,000 آماده رسیده است تلفات کم کرده شده این کار دوام دارد علاقه مبلغش است کاربری رفته استفاده است در 6 ماه سال 2022 مبلغ خرج دیبیتوری با نظرداشت جمعیت شرکت آلومینی تاجیک 134.10 میلیون سومانی و از حساب اهالی باشد 5.4 میلیون سومانی خرج زیاد بوده. در دوره فعالیت جمعیت چطوری که شما میدونید جمعیت ما یک سال و 6 ماه فعالیت دارد 347.2 میلیون سومانی زیاد است. چطوری که ما قرض را گفته گذاشتیم از 3 میلیارد قرض زیاد بودند و البته این تشبث جمعیت نو تشکیل بود که قرضها را آورده بسیار به یک درجه کم یعنی که 5.4 میلیون این بسیار یک پیشروی است. یک شهر دوشنبه در یک سال تا 300 میلیون قرض دیکتاتوری زیاد میشه. زیادشوی مبلغ‌های قرض در دوره فعالیت جمعیت اصلا از حساب پرداخت نشدن مبلغ‌های نیروی برق استفاده شده از طرف کارخانه و تشکیلات‌های زیرتابع یعنی که آگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که زیاده از 102 میلیون سومانی را تشکیل میگیرد. اصلا در فیلیال‌ها یعنی در نظر داریم فیلیال گلستان، فیلیال استراروشن 64% برق ناسازهای من همون آگنتی بهداشت زمین میگذارد لیکن مبلغ گذاری نیست یعنی که از طرف آگنتی بهداشت زمین مبلغ پرداخت نمیگردد که این بسیار تشویش‌آور است. غیر از این آلومینی تاجیک 132 میلیون سومون لیکن ما شکرگزاریم که آلومینی تاجیک در ماه‌های اخیر کمتر مبلغ گذاری را زیادتر کرده ایستاده است. خب کارخانه‌های بویژوی
6 میلیون. نیروی برقی آبی روغن یعنی که ساختمان در اونجا از ساختمان 15 میلیون 681 هزار قرض. سمنت تاجیک شرکتی که در شهر دوشنبه فعالیت میکند 7 میلیون 414 هزار. آب کورزی کارخانه‌های واحدی دولتی 6 میلیون 533 هزار. کارخانه‌های کشاورزی زیاده از 6 میلیون و کارخانه‌های بوجاتی باشد زیاده از 11 میلیون امروز قرض دارند. جناب رئیس من همین در همین سوال هم یک سوال میکنم خلاص و فخرین خالبگ از سپوتنیک همین چندین گونه بحثی قرضی بر تاجیک توکل چند سال رو سوال میتیم خب پاسخ میگیریم همین سال حتی مکتباشون هم برخش قطع کرده بودن برخ تاجیک قطع کرده بودن 5 مکتب توکل در ریگاد ما میشه خبر کردیم در ما خبر داده بودن این یک ما باید میپرسیم میگم که کدام مزود داده گیان در کجای شما باید همون که حسابی کنید همین که قرضا برابر شود با اینکه میگوید که حاضر وقتی آخر با میتیان پلاشون همین یعنی ما در نظر دارم که استفاده برای تکوش ما میگیم یعنی که استفاده برای ماهانه شده قرض شرکت آلومینی تاجیک در نزد جمعیت 493 میلیون در بر میگیرد 493 لیکن ماهایی که یعنی که 6 ماهایی که امسال هست پرداخت برای کمتر به شده است من این رو چقدر دوزه هم امسال من همین ماه گذشته 42 میلیون پرداخت نمود اون گپ مزود خلاص شده نه من درباره مزود راست گپ انگشت مزود آره تفس همین و یا وقتا این گپ بود اینو ما جواب میتونیم مثلا مزود جواب میتونم نترم نیست خریداری انگیش در نزد تالکوریستور این زمان جا دارد در ماه گذشته اینچنین از جانب شرکت تقریبا 42 میلیون پرداخت شد از جانب شرکت تالکوریستور نزدیک به 7 میلیون سومانی عاید پرداختی خرید انگیش پرداخت کرده شد از جانب شرکت تالکوریستور چون اینجا خود گروپ تالکو مثلا اینترپرت تالکو هست تالکوریستور هست تالکو منیجمنت هست شرکت تالکو با چند فیلال جدا میباشد وابسته به این فعالیت آنها گوناگون میباشد. سوال دیگری که اویدی سه پرابلم بودن سه پرابلم مهم اگر اجازه نبود این سه پرابلم مهم نیو مشکلات جای داشته البته مشکلات جای داشته در سمت دستای انرژی که گوناگون میباشند چیزی که من قرار گذاشتم یک سوال این اویدی کم کردن تلفات این هم یکی از مشکلات میباشد که البته بالای این باید که جدی مناسبت کرد و این تقاضا می‌نماید که لایحه اینوستیسیونی با مقصد عملی نمودن آن نقشه چاره‌بینی‌ها که از جانب جمعیت ترتیب داده می‌شود باید عملی ساخته شود. البته کم کردن تلفات اینا که از سمت‌های اساسی به حساب می‌رود که سبب‌های زیاد بالاروی تلفات به همگان معلوم است اوید این گفتن نمی‌گذاریم این عملی نمودن لایحه اینوستیسیونی با مقصد عملی نمودن نقشه چاره‌بینی‌های از جانب جمعیت شبکه تقسیمات بر ترتیب داده با مقصد کم کردن تلفات. دوم این چیزی که به همگان معلوم است مطابق روزنامه‌نگاران همسالات در دوره تیرماه زمستان تا حال آن نارساگی ناتوازنی بین استحصال و استفاده‌بری جای دارد. به همگان معلوم است که یگانه منبع ذخیره آب این نیروی برق آبی آبانبار نیروی برق آب نارک میباشد و آن ناتوازنی بین استحصال و استفاده‌بری تا حال جای دارد. یکی از مشکلات دیگر این زیاد نمودن اختلال‌های استحصالی اختلال استحصالی زیاد کردن اختلال استحصالی نیروها که وابسته به این زیاد کردن حجم استحصالی نیروی برق. دیگر مشکلات این عملی نمودن آن لایحه‌های اینوستیسیونی عاید تعمیر اینفراستراکچور انرژتیکی این چی ساختمان خطای انتقال برق باشد چی زیرسازگاه‌های برقی باشد. البته امروز مشکلات هستند در زیرسازگاه برقی بلندشدت که اقتدار توانایی گذراندگی این زیرسازگاه‌ها علاقه در سطح سرباری قرار دارد با لازم آید که وسیع نمایی زیرسازگاه برقی یا ساختمان دیگر زیرسازگاه برقی البته ساختمان دیگر خطای انتقال برق پیداشتگی دیگر استفاده برندگان دیگر منبع‌های استفاده بری و ساختمان عملی سازی
тамом он лоиҳаи инвеститсионӣ дар асоси нақша чорабиниҳои афзалатнок дар соҳаи энергетикӣ ба ҳамагон дастрас аст, маълумот доред. 1000 بود ولی حالا با توجه به اینکه به این سوال تا اندازه پاسخ داده شد میخواستم بدانم که در صورت بهره برداری کامل از نیروگاه برق آبی راغون بجز از افغانستان کدام کشورها میتوانند به عنوان مشتری یا خریداری اصلی نیروی برق تاجیکستان باشند؟ یعنی تاجیکستان روی کدام کشورها بیشتر امید بسته و در این زمینه همچنین میخواستم در حال حاضر بگویید که بجز از افغانستان تاجیکستان به کدام کشورهای دیگر به چه مقدار نیروی برق صادر میکند و توافق تاجیکستان و ازبکستان در مورد ساخت دو نیروگاه در رودخانه زرافشان در چی وضعیت قرار دارد؟ سلامت اولیدی کاملا به استفاده دادن نیروی برق راغون. البته چیزی به همگان معلوم است نیروی برق راغون با استفاده دادن مرحله با مرحله با استفاده دادن агрегатҳои навбатии нерӯгоҳ албатта истеҳсол ва таъмини барқ беҳ мегардад. дар сурати амалӣ намудани ин лоиҳа албатта имконияти содироти ҷумҳури тоҷикистон боло меравад. на танҳо барқи тоҷик вазорати энергетика ва таҳти роҳбарии ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон баъри амалисозии дигар лоиҳаҳо низ корбарӣ фаристоданд. албатта лоиҳаи касаҳзор ин ягона лоиҳае нест ки ҷумҳури тоҷикистон энергия барқ содирот намояд. дар баробари ин дар баробари лоиҳаи касаҳзор инчунин айни замон амалӣ шуда истодааст тариқи хатои интиқоли барқи амалкунанда бо он қарордодҳое ки байни ширкати барқ тоҷик ва ширкати бришнои ҷумҳури афғонистон чӣ ки ҳамагон медонем содирот амалӣ шуда истодааст. ҳамчунин бо ҷумҳури ӯзбекистон тариқи бо истилоҳ тупикови режим айни замон ки он низоми параллелии кори низоми энергетикии ҷумҳури тоҷикистон ва низоми энергетикии осиёи миёна айни замон ҷудо мебошад. ина бошад тариқи канда шудани он пайвастшавиҳое ки дар хати барқи баландшиддати 500 киловолт хати 5 буд ки ин семобразующие линия ба ҳисоб мерафт. ин ҷудо шудааст ва он амалӣ нагардидани он низоми кори параллелии низоми энергетикии ҷумҳури тоҷикистон ва осиёи миёна. ҳангоми барқарор намудани кори параллелии низоми энергетикии ҷумҳури тоҷикистон бо ҷумҳурии осиёи миёна имконоти содироти ҷумҳури тоҷикистон на танҳо ба ҷумҳурии ӯзбекистон афғонистон балки тамоми он ҷумҳуриҳое ки ба системаи ягонаи осиёи миёна пайваст мебошанд имконият мешавад ки энергияи барқ содирот карда шавад. чунки кори параллелӣ чӣ ки қайд гузаштем айни замон ҳамчунин лоиҳаи аз нав пайвастшавӣ амалӣ шуда истодааст ки мақсади асосии ин барқарор намудани кори параллелии низоми энергетикии ҷумҳури тоҷикистон бо низоми энергетикии осиёи миёна ба ҳисоб меравад. албатта имкониятҳо хеле васеъ мешаванд дар ҳолати дар ихтиёр доштани он иқтидорҳои истеҳсолӣ албатта тавофуқи басайни қарордодҳои дуҷониба ва дигар қарордодҳо имконоти содиротии ҷумҳури тоҷикистон боло меравад ва ба тамом чизе қайд карда гузаштем ба тамом он ҷумҳуриҳое ки аъзои ин кори системаи ягонаи осиёи миёна мебошанд энергияи барқ содирот карда мешавад. оиди саволи дигар бошад нерӯгоҳи барқ оби зарафшон чизе ки ба ҳамагон маълум аст дар нишасти матбуотии вазорати энергетика ва захираҳои об ба ин савол посух дода шуда буд. айни замон ҷамъият ташкил карда шуд ки байни тоҷикистон ва ҷумҳури ӯзбекистон оиди гузарондани корҳои геологӣ тадқиқотӣ бо мақсади омӯзиши гузарондани асоснокунии теҳникии иқтисодии лоиҳаи мазкур корҳо идома доранд. дар ин самт тамоми назорати ин корҳо аз ҷониби вазорати энергетика ва захираҳои об гузаронда мешавад. айни замон танҳо иҷроиши корҳои тадқиқотии геологӣ ва ҷамъоварӣ намудани он маводҳои зарурӣ бо мақсади тартиб додани асоснокунии теҳникии иқтисодии сохтмони нерӯи мазкур. соли 2022 қарздори ширкат дар назди мбои самтудаи 2,4 миллиард сомонӣ дар назди мбои самтудаи 2,8 миллиард сомонӣ дар назди вазорати молия аз ҳисоби солишномаҳои зерқарзӣ 23,6 миллиард сомонӣ ва дар назди бонки тиҷоратӣ 2 миллиард сомониро ташкил додааст. инҷо мехостам як нуқтаро қайд намоям ки
aynı zamanda در شرکت برق تاجیک برنامه سالمگردانی وضع مالیاتی شرکت برق تاجیک که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای دوره سال 2019-2025 تصدیق شده است عملی شده ایستاده است و در 6 ماه سال جاری با تطبیق نمودن این نقشه چهاربینی‌های برنامه مذکور ما توانستیم قرض بانک تجارتی را با مبلغ 112 میلیون سومانی نسبت اول سال کم نماییم. نسبت دیگر قرض‌ها هم از آن جمله قرض انگیش با مبلغ قریب 34 میلیون سومانی نسبت اول سال جاری کم کرده شد و تطبیق نمودن برنامه مذکور در 5 سال آینده با ما امکانیت می‌دهد که قرض‌های کردیتوری مذکور به طور نظارت کاهش داده شود. تشکر زیاد. معلومات ما را در سایتان مانده که بسیار سوال از اونجا من پاسخ گرفتم. خب حالا دو سوال داشتم. در 6 ماه امسال تاجیکستان به افغانستان قریب 744 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. خب لطفاً بگویید که در این دوره شرکت برق تاجیک از شرکت برشنا چقدر مبلغ گرفته و حالا قرض شرکت برشنا چقدر ماندگی است و دومی که در معلوماتنامه شما یک آمار دیگر بود که در 6 ماه امسال شرکت برق تاجیک و شرکت ایرس 29 از 2 میلیون سامانه مبلغ پرداخت کرده است. این مبلغ برای چی بود؟ در اون سوال اوید صادرات انرژی برق به جمهوری افغانستان. در حقیقت همه ساله آغاز از ماه می تا ماه سپتامبر صادرات انرژی برق به جمهوری افغانستان از جانب شرکت برق تاجیک عملی کرده می شود. با این سال باشد چیزی که موافق آن نشان دهنده ها که در پرزیدنت آورده شده است زیاده از 734 میلیون کیلووات ساعت در جمهوری افغانستان نیروی برق صادر کرده شده است. این زمان چیزی که به ما معلوم است نیروی برق صادرات انرژی برق ادامه دارد. یگان مشکلی نیست اویدی صادرات انرژی برق چون که تجهیزاتی که چی در جمهوری تاجیکستان چی در جانب جمهوری افغانستان در حال خوبی کاری قرار دارند و نگفته نماند که این سال نسبت همه ساله حادثه‌های قطعی یک بار پرداخت بار در شبکه‌های برقی جانبی برشنا و جمهوری افغانستان کمتر به نظر می‌رسد. چون که در آغاز موسم از جانب شرکت مذکور کارهای تعمیری انجام داده شدند و همچنین یک قسمت مهم است. عاید پرداخت مبلغ نیروی برق از جمهوری افغانستان چیزی که به همگان معلوم است و همچنین که در نشست مطبوعاتی وزارت انرژی و ذخایر آب قید کرده گذاشته بودیم وابسته به آن که وابسته به وضع ژئوپلیتیکی منطقه و جهان که بعضی بانک‌های مبلغ‌گذار و همون سانکسی‌ها وارد کرده شدند و صادرات انتقال مبلغ شرکت برشنا و شرکت برق تاجیک مشکل پیدا شد. این زمان کارمندان شرکت برشنا کاربری کرده ایستادند در حقیقت قرضداری نسبتی پرداخت حق برق چیزی که قید کرده بودیم 28 میلیون دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد. اما مرحله با مرحله در نظر است که در دور نزدیک از جانب شرکت برشنا این مشکل‌ها حل کرده می‌شوند و صادرات انتقال مبلغ به شرکت برق تاجیک عملی می‌گردند. زیرا آن بانک‌هایی که تا این دم خدمت‌رسانی می‌نمودند عاید انتقال مبلغ و یا بر روی خط همون سانکسی‌ها وارد گردیدند وابسته به این انتقال مبلغ کمی مشکلات پیدا شد و قید کردن ضرور است که در ماه ایول اگرچه در حد 2 میلیون دلار آمریکا اگر مبلغ وارد کرده شده باشد از جانب شرکت برشنا کاربری کرده شدند که در این سهم باز هم حضور نبوده مبلغ بیشتر وارد کرده شد. نسبت پرداخت ایرس و همگان معلوم است که شرکت برق تاجیک در اختیار خود نزدیک به 150 نقل بارکشی دارد که همه سال در فصل تابستان لازم است که مقدار ضروری انگیشت برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه زمستان مرکز برق گرمی دوم فعالیت نماید. وابسته به این از کانال‌های با مقصد دسترس نمودن و کشاندن انگیشت از کانال‌های استخراج انگیشت مبلغ و ترمینال‌های ایرس پرداخت کرده می‌شود چون که گزارش هر یک نقلیات با قید گرفته شده و ارزش معین دارد این پرداخت کرده می‌شود و همچنین این مبلغ در بر می‌گیرد چی گزارش آن ترمینال‌های ایرس و آن ترازو که برکشیده می‌شود اون وزنی که انگیشت و مرکزی برق گرمی دوم وارد کرده می‌شود.